سلام، من مهدی ام. به اولین ویدیو چنل یوتیوب من خوش اومدید. تو این چنل من قصد دارم چیزایی که نیاز داریم و چیزایی که به درد بخورن طراحی کنیم و بسازیم و هر چیزی که بتونیم، مثلا با چوب ویدیوشو بهتون میذارم یه لحظه. حالا از چیزای مختلف میتونیم استفاده کنیم. فعلا در حال حاضر چیزی که من دارم چوبه. این چوبایی که الان دارم یه مقدار زیر اونه، یه مقدارم چوب اینجا دارم. از این چوبا فعلا هر چقدر میتونیم باید استفاده کنیم تا بعدا متریال دیگه‌ای که به دستمون رسید ازش استفاده کنیم. برای شروع کارم میخوام یه کارگاه درست کنم برای خودم. کارگاه احتمال زیاد اینجا میذارمش. یه میز میخوام دیگه، بالاخره یه میز کار میخوام. میز کارم طراحی کردم، ویدیو طراحی هم براتون میذارم. اینم طراحیشه. صفحه روی که دو تیکه است، از زیر اون قیدی میبینین که اتصال دو صفحه به هم دیگه وصل شده. این پایین هم قیدایی که برای نگه داشتن کلا پایا به هم دیگه وصل کردیم بودش. یه دونه دات که تخته هم اینجا هستش که برای اجرای صفحه پایینی میشه. چیزای اضافی رو میز اونجا بذارم. فعلا تخته هاشو نرم، ولی خب جاشو درست کردم، آماده گذاشتم. اینجا خالی هم میبینی اینجا هست. اینم برای دستگاه باد اینجا میذارم، کمپرسور بادو. از اون طراحی که کردم باید ابعادشو در میارم. اون ابعاد رو برام رو چوب بنویسم، ببرم برشکاری. به من ابعاد دقیقی که اندازه دادم میبره، نیاز باشه نوار پی وی سی میزنه. بعدش هم منم مونتاژش میکنم. این قرار اولین ویدیوم باشه. فعلا چوبایی که دارم لترون روکش ملامینه است، ضخامتش 16 میلیمتره. بعد معمولا هم بهش میگن ملامین، یا من بهش ملامین میگم دیگه، هر سری نگم لترون روکش ملامینه. بعد اگه بخواید نگاهش هم کنین چجوریه، چوب خورده است اگه بیافته تو فیلم. قدیمی هم از خیلی. چوبام همه نمیرسه که بخوام یه رنگ درستش کنم، برای همین از رنگ قرمز این مقدار دارم باید استفاده کنم. یه مقدار قرمز هم اینجا دارم، از اینا باید استفاده کنم. قهوه‌ای هم یه مقدار دارم اگه نیاز بشه. الانم ابعاد یه بار روش نوشته بودم ولی یه مقدار اشتباهه. یه بار دیگه ابعادو میام روش مینویسم. بعد اگه نیاز بود یه سری برش‌ها میدم که تو ماشین جا بشه برای برشکاری ببرمش. یه مسئله دیگه هم اینه که اره نرم ببرم. حالا بعدم اون یه فکری می‌کنم. اینم ابعادی که نوشتم. بعد یه مسئله دیگه اینم هست که من باید یه جور اینا رو جا بدم داخل این، یعنی که یه جور باید تقسیم بندی کنم که هر کدوم از ابعادی که می‌نویسم جا بشه داخل اون چوبایی که دارم. باید کات مستر بزنم. یه برنامه هست داخل گوشی دارم. چوبایی که داری وارد می‌کنیم، ابعادی هم که می‌خوای وارد می‌کنیم، بعد بهت میگه که جا میشه یا نمیشه. این چهارتا رو به عنوان قیدای پیشانی بعد بالا میذارم. یکیشون راهش نرم و اشکال نداره، زیاد دیر نره. این چهارتا بس آماده. از داخل این باید بیشتر پایه‌هامو درارم. یه ابعاد یه بار روش نوشتم، باید چک کنم ببینم درست هستم. اینم دو تا سفری که میخوام اتصال بدم، از اونایی که ابزار میخوام نرم که مثلا میخوام شیار بزنم، بعد که بخوام مثلا شیار بزنم بعد اینا چسب چوب بزنم و اتصال بدم، مجبورم که اینو به عنوان فیستاتی بذارم، دو تا تخته رو بذارم، از رو پیچ کنم اینجوری که مثلا اتصالشون به هم محکم باشه. این شد تیکایی که باید بریم برشکاری. این چوبا رفتم از برشکاری گرفتم، الان باید مونتاژشون کنم. فقط اینجا شروع کردم اولین پایه رو درست کردم، مونتاژ اولین پایه. خب هر پایه دو تا قید داره. من رفتم گیر آوردم که دو تا قیدا رو با هم دیگه محکمشون کنم، سفتشون کنم که بتونم دریل بزنم بهشون. اول با مته سوراخ کنم و بعد پیچ بزنم. اینجا هم دارم تلاش میکنم که بتونم این دو تا قیدا رو با هم دیگه چفت و بست کنم. اینجا رفتم دریل آوردم.
خب اینجا بالاخره پایه اول تموم شد. این فکر کنم پایه وسط میزم باشه. این از پایه اول، این هم 3 تا پایه میگیریم. در اصل من باید برای مثال 2 تا 5 سانت نمیگیرم، یه دونه 6 و 4 میگیرم، یه دونه 6 سانت و 6 میلی پایه میگرفتم، یه دونه 5 سانت میگرفتم. اینجوری 2 تا پایه ها از بیرون کسی میدونم برابر میشدن. ولی از اونجایی که کم مدت چوب داشتم مجبور بودم که 2 تا 5 سانت بگیرم. این از 4 5 این پایه مثلا خب جوری که حساب کردم با طرایتون میکنم. من حساب کردم که لباش بودن 3.2 میل بیرون باشه. الان غیر سازی هم گذاشتم از هر طرف من 5 سانت باید بیام داخلتر غیر سازی رو بذارم. این 5 سانت 2 میلش هم نواره، این در از 4 سانت 8 میل بوده، 2 میلش هم خود نوار پی وی سی که دورش خورده اضافه میشه. الان 5 سانت خط میذارم وسطش گیره میزنم، از رو بهش پیچ میزنم. اینا فیکس کردم هم دیگه. الان پیچ میزنم، پیچ 2.8 میزنم که از من بیرون نزنه و اینکه همین. یه دیگه دارم میگم چون من از زیر پیچ زدم به صفحه رو کامل مماس نشده، یه مقدار لبه داره. حالا بعدم ما درستش کنم. اینجا دارم گونیا رو نشون میدم. برای اتصال قاب دور به صفحه روی میز از این گونیا استفاده میکنم که 90 درجه هم هستش. گونیا رو با پیچ 1.6 میل معمولا استفاده میکنم. اسباب بستگی به ضخامت ورق داره، ولی خب تو اینجا 1.6 میل دارم. اینجا اتصال قاب دور به صفحه رو تموم شد. الان نوبت پایه ها رسیده که به صفحه رو و قاب دور رو هم دیگه پیچ کنیم. یه پایه هم بس کردم محکم است، ولی برای محکم شدن بعدا یه مدل پیچ دیگه است بهش میگن پیچ فیکس. اون هم چون تصویر رو بذارم. اون پیچ هم اینجا جا گذاشتم براش. اون پیچ رو بزنم که خیلی محکم میشه. چهار پایه هست. شما فکر کنید که تموم شده پایه‌اش. اینقدر کافیه. ولی نه، بازم مونده. فعلا یه پایه وسط داد بزنیم. پایه وسطش یه مقدار داستان داره. اینجا بالاخره پایه ها تموم شد. تمام پایه ها نصب شدن به صفحه رو. الان وقتشه که یه
قاب مثل قابی که به زیر صفحه خورده دور پایه ها به ارتفاع 15 سانتی از پایین دوباره وصلشون کنم تا این پایه ها محکم شن، موقع تکون خوردن از حالت اصلی خودشون خارج نشن. یارو که از نزدیک نشون بدم. اومدم 15 سانتی از پایین علامت زدم، دو تا نگهدارنده باش گذاشتم، یکی این ور یکی هم اون ور، با گیره اونا رو ثابت کردم که در نهایت این قیده به سرجاش بمونه. این پایه رو بس کردم دیگه هم اینجا نگهدارنده دارم میذارم توی طراحی مشخص برای چیه. بعدا همه تخته فرند رسومی نره. بعدا روی این برای این پایینش دو تیپ تخته هم میذارم که ابزارهایی که نیاز دارم کمتر استفاده میکنم اون زیر میذارم و این هوا پایه هم دو تخته دارم، یکی اینه یکی غیر این پایه هست. بعد پایه هاشم مثل پایه رو نشون بدم. این مدل پایه گرفته بودم که اینجوری پیچی بودش، ریگلاژی هم بود، ولی بعضی از پایه‌ام 5 سانتی هن، این حدودا 6 سانته، برای همین به درد من نمیخوره. یه سری فعلا پایه الکترون میزنم که جلوی رطوبت رو بگیره. اگه کسی پایه الکترون نمیدونه چیه، پایه بیسکویتی هم بعد بهش میگن اینه فعلا میذارم جلوی رطوبت رو بگیره، ریگلاژ نمیخوام کنم. بعدا امروز جمعه است، یعنی ما که خریدم پایه تو خماری بهش میگن، اونم خریدم که هم به این میخوره، هم ریگلاژی، هم از این محکم‌تره، از قدرتی قوی‌تره. الان روز قیدا رو بزنم اینو برگردونم. بعد از استفاده کنم تا اون پایه تو خماری خریدم، بعد پایه رو عوض کنم دوباره. این پایه هم خورد، پایه این وسط یکی مونده، اینجوری هم پایه بزنم دیگه تمام شد. پایه نیست، همه قید نگهدارنده شد. چه قیدی تو بشین دوتا یه همچین پایه هایی شد، چه محکم بودن هم دیگه به نظر من که خیلی محکم شد. بالاخره میز تموم شد، تمام پایه‌اش نصب شد، الان آماده برگردوندنشه. فقط تنهایی برگردوندنش خیلی دردسر داره. اینجا بالاخره نصف و نیمه برش گردوندم، حالا دارم فکر میکنم چجوری کامل برش گردونم. این یه تیکه واقعا شانس آوردم، عملا رو 3 تا پایه موندش کل میز، کل وزن میز. اینجا به زور تونستم برم اون ور میز و بالاخره برش گردوندم. 2 تا عکس هم آخر ویدیو گذاشتم، خودم خیلی حال کردم که از اون شوها تونستم همچین میزی درست کنم با اون همه درصدی که داشت. ویدیو اول اینجا تموم شد. اگه شما هم خوشتون اومد چنل رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.